نکته دوم که در مورد بحث کاربادارود میخوام بهتون بگم اینه که ببین دوستان، ما باید دمای فولیکول رو به 70 درجه برسونیم. درسته که لیزرهای داید رو به اصطلاح میگیم لیزرهای داید بدون درد، البته دایدهای سه طول موج، دایدهای قدیمی که میدونیم خیلی دردناک بودن، اما موضوع سر اینه که وقتی که ما مثلا یک لاین رو هندپیس رو برمیداریم و شروع میکنیم روی دست توی مسافت‌های طولانی رفت و برگشت، احتمال اینکه فولیکولمون بخواد به اون دما برسه خیلی کمتره. پس لطفاً زمانی که خط کشی انجام میدید سعی کنید نقاط کوچیکتری رو انتخاب بکنید که توی رفت و برگشت بتونید سریعتر دمای فولیکول رو بالا ببرید و اون انرژی لازم رو به فولیکولتون برسونید که توی نتیجه کارتون هم اثر خیلی خوب بذاره. مرسی.